خوش اومد به یه ویدیو دیگه از کانال CR7 نظرسنجی. من داخل کانال روبیکا گذاشتم که آموزشی نسته چی بازی بدم. فری فایر مود شده، جی تی سن اندریاس دوبله فارسی با منو مود و جایی که بادونزه و جی تی سن اندریاس بیشترین رای رو آورد و امروز اومدم آموزش نصبش رو بدم. فقط قبلش لایک حساب کنید. حالا چطور مود دوبله فارسی و سیو 100% بازی که نیاز نباشه مراحل رو ببرید و بریزید، اینا داخل چنل روبیکا گذاشتم. آیدیشم داخل کامنت ها هست، بریم برای آموزش. اول شما باید این جی تی سن اندریاس رو نصب کنین که حالا آموزش نصبشم الان بهتون میدم. یا داخل روبیکا سرچ کنین جی تی ای 5 ایرانی. اینا میرین یه چند بار رو این قسمت بالا میزنیم، یه بار. حالا من نتم بده وایسین، یه بار دو بار. بچه ها اینجا چی هم هستا؟ پک های مود شده که میتونید نصب کنید، ولی اینا خیلی کرش میکنن و اینا. و باید برسیم به این فایل و دانلودش کنیم. خب وقتی که دانلودش کردیم وارد بازی میشیم یه بار. و همینطور شما برنامه زداشیور نیاز داریم. حالا من میبندم، وارد بازی میشیم، سب میکنین اینا کامل OBB و دیتاش خودکار استخراج بشه. و اگر که من مشترکین چنل روبیکام بیشتر شد، شاید چنل تلگرام هم زدیم. فقط این وایسیم تا اینا پر بشن. حالا وقتی که انجام شد وارد بازی میشه. این منو مودشه، اینم هیچی. این باید سب کنیم تا یکم سب کنیم تا بره تبلیغ از سایت که این بازی رو مود کرده. وقتی رفت حالا من زبانش از روسی به انگلیسی تغییر میدم برای بالا بردن گرافیک بازی هم، که باید روی این تنظیمات ویدیو و این همه رو ست کنید. برای اندروید 4 به بالا میاره، برای اندروید زیر 4 اصلا نمیاره. این جی تی ای با مود دوبله فارسی و همه اینا. فایل سیو 100% با چی هم گذاشتم که الان هم میریم برای آموزش نصب. اول همه باید بازی رو یه بار استارت کنیم. استارت. الان میبینیم بازی انگلیسیه. من رد کردن رو بزنم. خب اول باید یه چند تا چیت بزنیم. همینطوری این چیت، مثلا این چیت پول سیزنم، چیت این. حالا دیگه خودتون بریم با سوار این تو چرخه بشیم کم بریم و بزنیم بیرون از بازی. خب حالا اینجا میریم وارد برنامه زداشیوری که میتونین از مارکت بازار دانلودش کنین. بخش دانلود ها، یعنی حالا وایسین من بهتون میگم. بخش دانلود ها رو میزنیم. بزنیم مثال براتون. آقا این سیو 100% رزیدنت ایول 4. حالا ما فرض میکنیم فایل سیو 100% جی تی یا مود دوبله فارسی. شما وقتی دانلودش کردید باید روی این بزنین، این 3 نقطه ذخیره در دانلود ها، هر دوتا فایل. حالا چون من نذاشتم بعد این ویدیو الان برید ببینید میذارن اینجا جی تی سن اندریاس بیشترین رای آورده. این مثالش بود. حالا شما بذارید ذخیره در دانلود ها. بعد اینکه این ویدیو آپلود شد بیان داخل چنل میبینید که فایل ها رو گذاشتم من. حالا بریم. بعد اینکه زدید ذخیره در دانلود ها، میان اینجا میزنید دانلود برنامه زداشیور. خب اول مود دوبله فارسی رمزم داره. مود دوبله فارسی که من رمزش رو داخل کانال میذارم. اینجا این فایل رو کپی میکنیم، پوشه اندروید دیتا میزنیم و جی تی سن اندریاس رو باید پیدا کنیم. اینهاش اینجا کودم راکستار جی تی ای سن اندریاس روی قسمت فایل
و اینجا باید پیستش کنیم. کلمه عبورش هم من میذارم. الان من رمزو زدم، من که گفتم رمزو میذارم داخل. الانم که بچه ها باشید من یه دقیقه رمزو اشتباه زدم. حالا وقتی که شما زدین اینجا استخراج حساب کنیم تا استخراج بشه. خب حالا بریم برای سیو 100%. سیو 100% رمز نداره. شما وقتی سیو 100% هم زدین اینه نمایش. اینجا GTA کپیش میکنیم، اندروید دیتا جی تی ساندرس پیدا کنیم. همینجا میدیدینش، یه نیاز نیست برین داخل فایل بزنیم. همینجا وقتی بزنیم حالا وارد بازی بشیم. حالا میبینیم که شما سیو 100% بازی رو دارید. و دوستان اینجا هم بریزینش این فایل رو. همینجایی که اینجا ریختینش باید کار دیگه هم بکنیم. باید اینجا اینو کپی بکنین، کپی اینجا بریزینش. اینجا دیگه رو هر دوتا اینجا وقتی ریختینش اینو میزنین. حالا سیو 100% اومده برام. حالا بریم تست بکنیم. خب حالا که ما میایم اینجا اینو میزنیم، میبینیم یه سیو اینجا برام اومده. الان من میرم روش. بله میبینیم که کلا بازی سیوش 100% شده، کل مرحله برده. خودتون میتونید برید لباس بخرید. حالا بریم برای اینکه نشون بدم بازی دوبله فارسی هستش. برای اینکه نشون بدم بازی دوبله فارسی میام بازی رو از اول استارت میکنم. ببینید فارسی حرف میزنه. بعد از 5 سال تو ساحل شرقی وقت و شما دیگه میتونید با سیو 100% و دوبله فارسی با همراه چیت منو مود بازی رو پلی بدید. فقط من ممنون میشم که لایک و ساب کنید. ما داخل چنل یوتیوب کلی آموزش نصب بازی میذاریم. ویدیو قبلی هم ببینید آموزش کلی نصب بازی گذاشتیم. میتونید داخل کامنت ها هم نظر بدین که آموزش نصب چه بازی رو بذاریم دیگه. آموزش نصب چه بازی دیگه ای رو بذاریم تا من اگه تونستم براتون آمادش میکنم. و لایک و ساب فراموش نشه دیگه. تا ویدیوی بعد بدرود.